وقتی که نزدیک بشه پلیس زیاد میشه، مامور زیاد میشه و فرمود که این مامورین تازیانه های مثل دنب گاو به دست دارند و مردم را با اونها میزنند. میبینیم همه جا در تمام بلاد این هست. و فرمود که قیامت وقتی که نزدیک بشه زنها بیشترند مردها کمترند و حرف اول را زنها میزنند، یعنی زن سالاری میشه، مرد تابع زن میشه. فرمود انسانهای نالایق بی ارزش اونها میان در رأس حکومت ها قرار میگیرند، انسانهای شریف وجیه خوب اینها کنار زده میشوند و کسانی که لیاقت ندارند، شایستگی ندارند، اینها در رأس حکومت هاست. و فرمود وقتی که قیامت نزدیک بشه زنها حجابشون چنان هست که کاسیاتون بدنشون پوشیده ولی عاریاتون گویا لخته بلا نسبت. چطور؟ یا لباس نازک دارن که بدنشون نمایان هست، یا اینکه لباسشون چنان تنگ هست که تمام اعضای بدن مشخصه، برجستگی های بدن مشخصه. رؤوسهن کاسنمة البخت، سرهای اونها مثل کوهان شتر است، یعنی دو کله هستند، گویا یک کوهانی پشت سر دارند. و فرمودند که وقتی که قیامت نزدیک بشه انسانهای عقب افتاده، انسانهایی که رعای شاه بودند تا دیروز گوسفند میچرانیدند، دنبال گوسفند ها بودند، تو روستا بودند، اینها امیان تو شهرها یتطاولون فی البنیان، در برج سازی با هم دیگه مسابقه میدند. این سعی میکنه ساختمانش بلندتر باشه، اون سعی میکنه. و فرمود که قیامت که بشه مادر میشه کنیز، به مادر چنان امر و نهی میکنه مثل کنیز مادرهای خودشون را میزنن. آیا همه این علائم دیده نمیشه؟ فرمود قیامت که نزدیک بشه قتل زیاد میشه، هرج و مرج زیاد میشه، زنا زیاد میشه، خیانت در بازارها زیاد میشه. همه اینها امروز هست. لذا اینها را میگن علما میگن علائم متوسطه، که اینها در خیر القرون نبودن، در زمان رسول الله، زمان صحابه، تابعین، بعد از اون امروز متاسفانه در زمان ما هستند. از این مرحله که رد بشیم میرسیم به علائم قریبه قیامت. اون علائم قریبه قیامت اون علائمی هستند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که خورشید از مغرب طلوع میکند، دجال ظهور میکند، عیسی نزول میکند، دابت الارض که شما خواندید در سوره عرض کنم نمل بود، یا بالاخره دابت الارض ظهور میکند و می آید. خلاصه همه یاجوج و ماجوج یعنی فتنگران زیاد میشن، قتل انسان ها دست جمعی صورت میگیره. اونا علائم قریبه قیامت هستند.